برای اینکه لاغر به نظر برسین دست از مکش شکم به سمت داخل بردارید، مثل این و این. چرا نباید این کار رو انجام بدیم و مهمتر از اون چه کاری رو میتونیم به صورت جایگزین انجام بدیم که هم شکممون خوش‌فرم‌تر و کوچیک‌تر به نظر بیاد، هم به مشکل حرکتی نخوریم. یه ارتباط حرکتی بین دیافراگم و عضله کف لگن. وقتی نفس میکشیم دیافراگم میاد پایین و عضلات کف لگن خودش رو شل میکنه. در زمان بازدم هم برعکسش اتفاق میفته. حالا اگر من این شکمو بدم به سمت داخل، عضله دیافراگم فضای خوبی برای جابجایی نداره. همچنین این فشار شکمی که به سمت داخل میارم باعث میشه عضله کف لگنم هم شل بشه. این دفعه اگر خواستی جایی لاغرتر به نظر برسی، کاملا هوای توی شکمتو خالی کن تا دنده هاتو بکشی پایین و عضلات شکمتو احساس کنی. در نهایت برای اینکه شکل و شمایل شکمتون یه مقداری بهتر بشه و سیستم تنفسیتون هم بهبود پیدا بکنه، بعد از اینکه توی این زاویه قرار گرفتین با یک بازدم کتفاتون رو از زمین جدا میکنید و با نگه داشتن این وضعیت یک دم بزرگ تا هوا رو به قسمت پشتی دنده هاتون هدایت کنید.